همیشه از اول مر بدم میومد. آقا همگی سلام علیکم. سلام پسرم، لطفا سر صدا نکنید و روی نیمکت خود بشینید. لطفا بشینید آروم تا بقیه هم بیاد. چشم، بذار بشینم. اینجاستم. قد کمام رسیدیم. خب بریم. درو واکن، درو واکن، وای درو واکن. لطفاً کارت شناسای خود را وارد کنید. کارت شناسایی چیه؟ میگم درو واکن. لطفاً کارت شناسای خود را وارد کنید. بذار بگم خودشه. آره نه کجا قشنگ افتادم. بیا بگیرش. کارتو میگم ببین. بفرمایید داخل. بازی ها باز شروع شد. اوشت. سلام. سلام پسرم، لطفا سر جای خود بشینید تا بقیه هم بیان. آخیش خدا را شکر نشدیم. صدا چی بود؟ اپل اینجا چیکار کنه؟ اپل مدرسه من چیکار میکنی تو؟ صدا چی بود؟ یا قویا پاپکین. تو اینجا چیکار میکنی؟ اینجا مدرسه منه. نه اینجا مدرسه منه. چرا نمیفهمی؟ بهت میگم اینجا مدرسه منه. مگه نمیگم ساکت؟ همین الان بشینید سر جاتون. همین الان. چشم ببخشید الان میشیم سر جام. یعنی من ریدم توی زندگی. بقیه پدر مادر واسه پسرشون ماشین میخرن، واسه ما دوچرخه. حالا همینم خوبه، خیلی ها نداریم. چی کارش کنیم؟ بهتر از پیاده اومدنه. آقا یالا ما رسیدیم. آقا باید کنیم صاحبو. حاجی پشممونو بچان. همگی حاضرن؟ بله. آقا جز فیم تو اینجا بسرا پیرزن میده. این کیه؟ سلام آقا، خسته نباشین، خیلی دوستتون داریم. ایشالا که سلامت باشین، خسته کاراتون نباشین. درست از همین رو مشخص. خیلی خوب، حالا میریم واسه لیست حضور غیاب. خیلی خوب، میریم واسه پاپکین. حاضر. متاسفانه اپل گوزو. حاضر. آقا نمیشه فامیل من رو نخونین؟ نه نمیشه. خب ملون کل تخمی. با گفتم نخون دیگه. خیلی خوب، نفر بعد آقای باقری. حاضر آقا، خسته نباشین. خیلی دستتون درد نکنه که با دستتون اسم من رو نوشتین. خیلی دستتون درد نکنه، خسته کاراتون نباشین. خیلی دوستتون داریم. بابا شد. خیلی خوب بچه ها، حالا که حضور غیاب کردیم وقت درس خوندنه. کتاب دفترتون رو بذار جلو میز. آقا تازه اول مهره، هیچ معلمی اول مهر درس نمیده. من درس میدم، تو مشکل داری؟ نه مشکل ندارم. به نام خداوند یزدان بخشنده و مهربان. خیلی خوب بچه ها، درس امروز راجع به کوسینوس هستش. آخ جون، درس مورد علاقه‌ام. خیلی خوب، ما میایم اینجا میگیم کوسینوس.
ضرب در 2 منهای 57 به علاوه 4 مساوی است با کوسینوس ضرب در 4 تقارن در 57. واقعا خستمه. دفتراتون رو جلو بذارید، میخوام امتحان بگیرم. آقا یعنی چی بابا؟ اینم تو این روزگاری دفتر بایم. آقا جون امتحان. Pablo. قبل از اینکه معلم بره امتحان بگیره خواستم این تشکر ویژه ازتون بکنم بابت 5 تا سابسکرایبر تو یوتیوب. واقعا خیلی از حمایتتون ممنونم. خیلی دوستتون دارم. از اینکه خانواده ما 5 تایی شد مرسی. انشالله که بتونیم اون سگ‌های خوشگل رو با هم به دست بیاریم و حرف دیگه باقی نمیمونه و بریم واسه ادامه ویدیو. خیلی خب بچه، سوالا آسونه، فقط دقت کنید. خدا رو شکر سوالا آسونه. بذارید نگاه بندازم. داغ حرومزاد. آقا اجازه ما تمام کردیم. برگتو بیار ببینم. چشم الان میارم. شرط میبندم همش اشتباه نوشته. لایک. خیلی خوب بذار برگشت رو تصدیق کنم. آها مطمئنم 0. امکان داره یه نمرم بگیره. من که حدسمو زدم گفتم 0. خیلی خوب بچه‌ها یک کف مرتب واسه آقای باقری بزنین چون که امتحانشو 20 بدون غلط گرفت. What the fuck. Pablo. خیلی خوب بچه‌ها رسیدیم به پخش پایانی این ویدیو. اگه حتما این جو سبک ویدیو رو دوست داشتین حتما بهم بگین که پارت 2 واسهتون بسازم. ویدیوی بعدی هم احتمالا در کمتر از 2 هفته بذارم و مراقب خودتون خیلی زیاد باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون.